دوستان عزیز بچه اومدیم برای ساخت بیکن و آموزش های ساخت بیکن و که چجوری اینا رو به لول مکس برسونیم. اول 9 تا بلاک میزنیم و بیکن رو میزنیم وسط و میبینید فقط لول اول بیکن میاد. بعد شما میاین همین 9 تا رو میاین، خب بعد میاین اینجا یک همچین چیزی میسازید که 9 تا اول 9 تا بذارید وسطش که گیج نشین وقتی میخوایم بسازینش. این 9 تا رو میاین بالا و به همین سادگی الان شما دوباره این زیر رو پر میکنید و بله شما الان بیکن سطح 2 رو ساختید. نکنید بله الان بیکن شما سطح 2 میبینید اونجا سطح 1 الان سطح 2. حالا دوباره شما میاین این 9 تا رو میذارید، خب 9 تا رو میذارید، حالا همین 9 تا رو 3 بار میاین بالا. الان من 2 بار اومدم بالا و اینم 3 بار. بعد هر دفعه لایه ها رو بیشتر میکنید. بعد لایه دوم اینو اضافه میکنید، اینو اضافه میکنید و به همین سادگی الان شما بیکن سطح 3 رو میتونید بسازید و اونقدر هم اذیت نمیشین که مثلا یه سال گیج شین که اونو با چیکار کنم اینو با چیکار کنم. به همین سادگی خیلی ساده و ایزی، به گیج شدن هم نداره. بعد بچه ها اینا بیشتر باز از دایمن، طلا، آیرون که بهترینش آیرونه، یعنی به صرفه ترینش که نخواین خیلی خرج کنید و زمان بذاری برای پیدا کردن دایمن. آیرونی بسازید و الان بله ما بیکن سطح مکس داریم. نگاه کنید سطح مکس. به همین سادگی هرچی خواستین بیکنتون بلندتر باشه 9 بلاک وسط رو بیشتر بیاین بالا. به همین سادگی. حالا برای ساخت مکس اینا شما اول میان یه دونه از اینا میذارین اینجا و وقتی میرین توش مکس نیسته، حالا مکس نیست، بعد شما میاین دوریش از اینا میذارید. میبینی الان داره اینا اطلاعات کتابا رو داره میکشه تو خودش. شما میاین اینو تا 3 ردیف ادامه میدی و بله الان شما یک اینچنتین تیبل مکس دارید. برای مثال من یه دونه لپیس حتما داشته باشید. لپیس برای مثال من الان یه شمشیر بیام اینچنت کنم میذاریم توی مینیم 24 لوله، خب با 30 لول شه میاین رویشان میذارید. الان نگاه کنید الان اگه اینو بذارید هنوز 24 لوله. باسین اول لپیزو بزنیم 28 لول. این الان زیرش هم بذارم. خب شما الان میتونید اینجوری یه اینچنتین تیبل مکس بسازید که هرچی خواستین از توش بکشید. مینی الان 30 لول، الان من 30 لول هیچ فرقی نداره. الان همه چی داره: آمبریکینگ، اسمایت، فایر رزیستنت، لوتینگ و یه چیزیه. تنها چیزی که نداره شارپنس هم خود رو اسمایت نمیاد، فقط شانس حال کردیم و اینم بود از این. اسمایت به درد مثلا دمیجه مثلا زامبی و اینا، زامبی اسکلتون میخورد تو زمین دمیجی بیشتر. و این بود از ساخت بیکن و مکس کردن اینا. خدا حافظ.